حمید. و این امر خیلی ضروری است. در مثال فواید خیلی زیاد است. الله جوابی از یار میده، انتقاد از یار که مثال چقدر فایده ها داره. لیکن نه، این قول مرجوح است، قول راجع است که الله تبارک و تعالی دو مثال بیان کرده بود. یک مثال به کسانی که بغیر الله به کسی دیگه در حاجتها و مشکلاتهای خود آواز میده، حاجتها و مشکلاتهای خود آواز میده. الله مثالش بیان کرده بود که کدام معبودایی که شما برش آواز میده و این قدر عاجز و بیچاره است که بشر هم از خود رانده نمیتونه. اکثر دمی قبرا و دبوتای خود در او زمان مشرکا در قبرای خود چی را میماندن؟ چیزای شیرینه، الوا و نقل و این گپارا، شیر برنجا را میماندن. نظر به نام کی میکردن؟ بتای خود میکردن. تأسف است امروز مسلمانای ما او به او عمل ازوار عکس گرفته و خودی از یا امو عمل انجام میده نمیده. چاکلیتا و الواها را در کجا میبره؟ در قبرا. الله میگه ای مردم، شما که الوا و چیزای شیرینی را مانده، پشم می از سر از یا میشینه، این را خراب میسازه، میکروبی میسازه. بوت شما امی قدر توان نداره که او پشه را چی کنه؟ ای کنه. چطور شما حاجتایتان از یا طلب میکنی؟ با تأسف امروز مسلمانای ما در قبرها میبره چاکلیتا را میندازه، او همو چاکلیتا را میایه نعوذ بالله یا گوشت میبره اونجا، سگ در سری او قبر پای میمانه نعوذ بالله که نجس است. قبرها باید احاطه شود که سگا سرش نگرده. چرا هر قبر مسلمان قابل چی است؟ قدر است، قابل تعظیم است. حتی مسلمان با پای پشت سری قبر کسی پای خود مانده نمیتونه، پایا را باید لج بکنی، تکیه بر قبر نکنی که سبب اذیتی از او میشه. لیکن این مردم میبره این چیزها را در اونجا میمانه که نعوذ بالله سگ میبره. خو او ای بیتانه مو سگه؟ نه، مو قبر میگیره اینالی فلانی میکششه، میتونه که دفع کنه؟ نمیتونه. خیراجتای شما را چطور دفع میتونه؟ یک کسی که از خود دفاع نمیتونه چطور دفاع از دیگرها بکنه؟ الله مثالی عاجزی بتای ازوار داده بود به مثالی که پشرم بگوید دفع کرده نمیتونه. یا اعتراض کردن که پشه چرا مثال بیان میکنه؟ پشه خیلی حقیر چیز است، خرد چیز است. یک در دیگه جای در سوره عنکبوت الله مثال او کسانانی که دوستی را با غیر الله قائم میکنه، کسایی که با غیر الله دوستی را قائم میکنه، بیت عنکبوت است. آشیانه کیست؟ آشیانه عنکبوت نه بادگیر است نه باران گیر، بله یک پشگه که اوجا در دام خود گیر میتونه. کسی که الله را میگذاره، اعتماد به الله نمیکنه، با غیر الله نعوذ بالله رسپان دوستی را طالع میکنه، قطع ازوا دوستی را قائم میکنه، به مثل که در بیت عنکبوت پناه برده باشه. امروز با تاسف مسلمانا با قدرت های جهانی امروز که وا خود قدرت میگه، بر ازوا سر ازوا اعتماد میکنه، قطع ازوا رابطه خود قائم میکنه. خو یاد داشته باشه یا بیت های چی هست؟ آشیانه عنکبوت است. الله مثال اینمی مردم ها را داده بود که به مثل آشیانه عنکبوت یا اعتراض کردن. الله تبارک و تعالی جواب میده. مثال برای توضیح ممثل است. او خب عاجزی بتا توسط چی معلوم میشد؟ که پشر هم رانده. او خب دوستی مردمی که با الله دوستی نداره با غیر الله داره، خب مثالش کدام است؟ بگه امو آشیانه کی؟ عنکبوت. خب واضح میشه یا نمیشه؟ خب واضح میشه. از او خاطر باز اگر تو یک کمی فکر داشته باشی، خبر داری که یک پشه چی رقم یک حشره است؟ تو این را خرد میبینی، لیکن در خلقت خود در پیدایش خود بزرگ است، خیلی بزرگ است. پشه و فیل اردویشان یک قسم ساختمان داره. خرطوم فیل هم خرطوم داره، پشه هم خرطوم داره. خب پشه دو شاخ بگوی از کی کده؟ از فیل کده اضافه داره. خود تو خبر داری که در خلقت پشه چقدر زیرکی وجود داره. خرطوم پشه یک دانه موی است، موی، و اون موی لوله است، لوله ما بینش لوله است و چقدر قوی است که امی پوست فیل میزنه از داخل خونه چی میکنه؟ در این پوست کلان دبل این موی. در دنیا تعالی را کسی توانست امی قدر وسایل پیشرفته پیدا شده که به مثل خرطوم پشواره یک لوله را کسی جور کنه امو مقدار و در این میتور بگید پوست دبلی فیلم کار بکنه. تعالی را کسی کشیده تانسته؟
فیل بال داره؟ نداره. پشه بالم داره. تو خلقت کوچکی پشه را مقایسه کو با فیل. در دو چیز پشه اضافه شده از کی کرده؟ از فیل کرده. سرعت سیر از این را میدونی که چقدر تیز است. پشه که حرکت میکنه بالش میبینی دیده نمیتونی، اینقدر تیز است و آنقدر هوشیار است. با مجردی که تو اراده میکنی که بزنی و میپره. خبر هستی که پشه چقدر گپا داره؟ خب ساختمانش هستی کو چقدر کوچک است، اما در اعضا از فیل کده زیاد اعضا داره. خب اینجا الله پشه را چرا مثال داده؟ پشه را به خاطر مثال داده که در دنیا کسی که خیلی وابستگی داره به مثل پشه است. به مثل پشه است. امو چیزی شیرین خوش داره و دمو چیزی که خیلی چسبناک باشه دو میره، باز امونجا چی میشه؟ بند میمانه. کسی که اینمی قسم تعلقی خدا با این دنیای مردار داره مثل پشه واره اینمی قسم چی میشه؟ گیر میشه. خدا باز خلاص نمیتونه. قرآن برای ما اشاره میکنه که بنده مومن کل عمرت در این مادات دنیا مصرف نکن، شب و روز در این وقت نده، یک کمی وقت در دینم بده. کدام تقسیم اوقاتی که الله برات جور کرده و تقسیم اوقات مراعات کن. 5 وقت ما دعوت بسید نماز میشیم یا نمیشیم؟ در مسجد الله برای جماعت ما دعوت میشیم یا نمیشیم؟ در کل سالا در 12 ما یک ما دعوت به روزه میشیم یا نه؟ پول ما که زیاد میشه وقتی در نصاب برسه از 40 روپیه 1 روپیه سر ما هست یا نیست؟ بس بندگی الله رم بکن. تو را منع نمیکنه پشت دنیایت بگرد، خو وقتی عبادت الله رم بشناس، حق الله رم بشناس. اینطور مکمل وقتی تا در دنیا نده پشه جور میشی و در اونجا چی میشی؟ غرق میشی. اینطوری نکن. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی لا یستحی، حیا نمیکنه. همو رقم که لایق شان الله است. حیا صفت الله است. قول مسلک اهل سنت والجماعت السلف در زمان صحابه امی بود که کدام صفت برای الله در قرآن ثابت میشد بدون تاویل ثابت میکرد، بدون تشبیه ثابت میکرد. صحیح است؟ بدون کیفیت. نه کیفیتش بیان میکنه، نه تاویل دیش میکنه و نه تشبیه میده. اینطور نمیگین که مراد از حیا کردن چیست؟ لازم قطعش ترک کردن است. اینطور معنا کنیم ان الله لا یستحی، یقینا الله ترک نمیکنه. نه این تاویل شد. او تاویل مسلک اهل سنت والجماعت نیست. مسلک اهل سنت والجماعت بدون تاویل. بله صفت به الله ثابت کو، نه تاویل کو، نه تعطیل کو، نه تشبیه بده و نه کیفیتش بیان کو. چطور میگیم ما الله حیا نمیکنه؟ امو رقم که لایق شانی کیست؟ کیفیت شما نمیدانیم. حیای الله را مقایسه با حیای انسان نمیسازیم که اینجا حیا عبارت از شرم است. فکرتان شد؟ اینطور نیست. الله حیا نمیکنه یضربه که بیان کنه مثلا ما مثال از یک مثال را بعودتن اگه اون مثال پشه باشه فما فوقها یا از پشه که در بالا در خردی یا در کلانی هر کدامشه که شما میگیره خراجح در خردی است. از پشه کدام بالا باشه در خردی هیچ کدام ایره الله حیا نمیکنه. چرا؟ به خاطر که مقصد داره، هدف داره. هدف چیسته؟ ممثل واضح کردن. فاما الذين آمنوا، پس کسانی هرچی و کسانی هستند آمنو که ایمان شرعی داره، فیعلمون، این حکمت اولی مثال بیان کردن است. فیعلمون میدانه انه الحق، که اینمی مثال ثابت و راست است، یعنی موافق ممثل است. الله که کدام چیزی را توسط ازی وضاحت میده بالکل چیز موافق است. وضاحت همو چیز امرایش میشه. او من ربهم، از جانب کیست؟ الله ایشان است. الله بیان کرده. ما چون چرا عقل جنگی باز نمیکنم. و اما الذين كفروا، هرچی کسانی که انکار میکنن از دعوت حق، فیقولون، میگه در انتقاد اعتراض، ماذا اراد الله بهذا مثلا، چه چیز اراده کرد الله به از نگاهی مثال. قرآن درس میده کدام امری که به عقل خود تو درک کردن نمیتونی چون که از جانب الله آمده، بفهمی که حتما در اون مصلحت و حکمت وجود داره باید بپذیریشه. انتقاد نکنی که چرا نگو که چرا گفتی، باز شاگرد ابلیس میشی. شاگرد چی میشی؟ ابلیس میشی. الله امر کرد که سجده کو به آدم و چرا گفت؟ نه، تو بنده الله هستی و اگرچه عقلت قبول نداره چون از جانب الله است. الله کدام ذات است؟ حکیم. کدام ذات است؟
امر نمیکنه مگر با چی؟ حکمت. حتما دو مصلحت وجود داره. علم تو درک کرده نمیتونه. پس آنا گوشت خنزیر حرام. دو زمان کسی میفهمید که گوشت خنزیر چرا حرام است؟ بس فرمان الله بود. امروز میفهمن یا نمیفهمن که یک گوشت خنزیر با وصفی که پخته میکنی در 1 کیلو گوشت چند هزار چیسته بگه میکروبای تریشن برش میگه وجود داره او زنده باقی میمونه. عقل تو در اون زمان کار نمیکرد. خود تو بپذیر کسی که مؤمن است انتقاد نداره. انتقاد داره؟ چرا نمیگه؟ از همون خاطر پیغمبر میگه که بدترین امت ما کسی است که در تقدیر گپ میزنه. در چی گپ میزنه؟ چرا در تقدیر گپی چی است؟ چرا نگو. تو نمیدانی الله بری تو بسیار کم علم داده. طولی از وجودی خود معلومات نداری که وجودی تو چی کیفیتای داره، چی خاصیتای داره. پس تو چطور شده میتونه که مخلوقات الله را رازش بفهمی، احکام الله را سرش بفهمی؟ ایره میتونه آدم؟ نه. کسی که آمنوست فیعلمون انه الحق من ربه. بس مؤمن وظیفه‌ش نمیسته که میگه از جانب الله آمده حق است. بس از جانب الله آمده حق است تسلیم میشم. خب بله بعضی اوقات الله حکمتهای ظاهری را هم برای ما واضح میسازه. چرا واضح میسازه؟ به این خاطر که تو بنده را میفهمانه که بنده هر حکم الله بی حکمت و بی مصلحت نیست. به تو معلوم شوه یا نشوه. اینا لیده بعضی اوقات معلوم میشه. اینجا چطور معلوم میشه؟ یدل به کثیرا گمراه میسازه توسط مثال کثیرا خیلی زیاده. حکمت دوم بیان مثال است. مثال چرا آورده؟ توسط ازی بسیار مردم گمراه شدن. انتقاد کردن یا نکردن؟ بس یک حکمت اینمی مثال اینمی بود. اولی اگر کسی بگه که یک حکمت امر به سجده کردن ملائک چی بود؟ الله چرا ملائک به سجده امر کرد؟ یک حکمتشی بود که مطیع و عدم مطیع چی شوه؟ معلوم شوه. فرمان بردار و غیر نافرمان معلوم شوه، غیر نافرماندار معلوم شوه. بس اینمی حکمتش بود دیگه. ما را که مکلف میکنه؟ یک آدم میگه او ما را چرا مکلف میکنه بریم در یک خانه چارخشتی کعبه اونجا چی بکنیم ما؟ نه، یک حکمتش اینه میسته که الله تو را امتحان میکنه که میری یا نمیری. حاجت به دیگه حکمتش نیست. در حالی که در اونجا بری بگوی اسراری را درک میکنی که پرسان نکن. اسراری را درک میکنی که هیچ پرسان نکن. نه، حکم الله است. یدل به کثیرا گمراه میسازه توسط همین مثال زیاده و یهدی هدایت میکنه به توسط این مثال کثیرا زیاده. هر کدامشان در خانه خود زیاده است، یکی در مقابل دیگه نه. چرا که یکی در مقابل دیگه شو یکیش که زیاد باشه دیگه در مقابل چی می باشه؟ کم می باشه. نه، هر کدامشان تعدادشان در جای خودشان زیاد است. کسی را که الله گمراه کرده هم زیاد است، کسی را که الله هدایت داده هم زیاد است. سوال وارد میشه که الله گمراه میکنه و هدایت میکنه، خیر بنده چیست؟ چرا عذاب هم برش میده؟ چرا ثواب برش میده؟ الله گمراه و هدایت کرده؟ نه، الله گمراه و هدایت کرده به خاطری کرده که این آدم کدام اسبابی که برای هدایت بود یکیش استفاده کرده دیگهش. پس گمراهی و هدایت نتیجه عملی خودش است. نتیجه عملی چی است؟ خودش است. اردور الله یک قسم اسباب داده بود برای هدایت، خو یکیش استفاده کرد دیگهش. از او خاطر میگه و ما یدل گمراه نمیسازه به توسط اینمی مثال الا الفاسقین، بجز از او کسانی که از حدود برای الله برشان استعداد داده بود از او استعداد خود کار نگرفت، فرمان برداری الله را نکرد، همیشه سرکشی و اینم قسم مردم چی میشه؟ گمراه میشه. فاسقین کیست؟ فسق در لغت عربی برآمدن خسته از امو پوش خود است. از پوش خود که خسته میبره او را فسق میگه. اینجا فاسق میگه که حدودی را که الله وضع کرده، چوکاتی را، کیفیتی را که پیغمبر وضع کرده، نقشی که پیغمبر وضع کرده، این به مو خطا روان نیست، از خط چی میشه؟ بیرون میشه. از او خاطری را فاسق میگه. آلی فاسقین کیست؟ فسق دو قسم می باشه، یکی فسق که در درجه کفر میرسه، یکی فسق است که در درجه کفر نمیرسه، مرتکب گناه میشه. الله علی معرفی میکنه مشخصات فاسقین. الذين ينقضون عهد الله، فاسقین کسانی هستند که میده میکنه پیمان الله تبارک و تعالی را من بعد میثاقی، پس از اینکه پیمان خب محکم شده، پیمان الله محکم شده. اینجا مراد از پیمان الله چیست؟ مفسرین مختلف
توجیهات داره. کسی میگه مراد از پیمان الله امو عهدی است که در ازل الله گرفته بود، کل مخلوقات به مثل مرچه های زرد دوره پیدا کرد، عقل دایش مرکب کرد، بعد از او سوال کرد الستو بربکم، ما پروردگار شما نیستم؟ کلشان اقرار کردن قالوا بلا، گفتن که چرا نه، تو پروردگاری ماستی. بعضی میگه مراد از عهد اینمی ایمان کلمه گفتن است که وقتی لا اله الا الله میگی محمد رسول الله با امرای الله پیمان کردی که یا الله کل احکام قبول دارم. کسی میگه مراد از پیمان اینجا اوامر الله و نواهی الله است، کدام چیزی را که الله امر کرده و از کدام چیز که منع کرده، اینمی پیمانای الله است برای ما و شما. راجع قولی است که عام است، پیمان الله اینمی عام است. وقتی که الله برای ما قابلیت داد، استعداد داد و میتونیم ما عقیده توحید بپذیریم و بعد از او اگر یک کسی مسلمان شده عقیده توحید پذیرفته، کلش پیمانی کیست؟ الله است. فاسق کسی است که اول لحاظ و رعایت اینی پیمان نمیکنه. اینی ولی برای ما معلوم میشه که اگر آدم گناهگار و فساد در روی زمین میکنه، مرحله اولش از کجا آغاز میشه؟ اول در نظر نمیگیره پیمانای الله را، در اصطلاح ما و شما اول در نظر نمیگیره ایمان خدا. کسی که مرتکب گناه میشه اول چی را در نظر نمیگیره؟ ایمان خدا. متوجه نمیشه که من مؤمن هستم، آیا این کار برای ما مناسب است یا نیست. یک و یقطعون ما امر الله بی، قطع میکنه او چی پیوند را امر الله که الله امر کرده بی به او پیوند، ایو سلکی وصل شوه پیوسته شوه، یا آدممو پیوند قطع میکنه. آلی ایمان بود، آلی ایمان در نظر نگرفت. بعد از ایمان توسط همی ایمان عمل است. عمل مثل نماز واری رشته آدم با امرای کی پیوند داده؟ با امرای الله. آلی تو دیگه اینی رشته را قطع میکنی. مثلا یک آدم نماز نمیخونه، امیر رشته را چی میکنه؟ قطع میکنه. در مرحله دوم است. بعد از او و یفسدون فی الارض، فساد میکنه در روی زمین. ایمان خود در نظر نگرفت، عمل بیخی در قصهش نشد، قطع کرد. ولی خود به خود چی میشه؟ کارای خراب کرده رویسته. کارای خراب در سرحد میرسه که به نزد ازی چیز بگوی امر خوب معلوم میشه. سودخورا سود برشان خوب معلوم میشه یا بد؟ دزدی برشان خوب معلوم میشه یا بد؟ شرابخورا و پودریا خو میگه که شراب و پودر نباشه زندگی نیست. همونطور میگه نمیگه. انسان در گناه اول که داخل میشه ایمان خود در نظر نمیگیره، بعد از او قطع میکنه و بعد از او شروع به فساد میکنه. چرا؟ کارهای غلطش نعوذ بالله در ذهنش چی معلوم میشه؟ خب معلوم میشه. از او خاطر او را فساد هم نمیگه. چی میگفت؟ اصلاح. اونجا پیش تیر کردیم یا نکرده بودیم؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا قالوا انما نحن مصلحون است. خود در اینجا بعضی مفسرین مراد از ما امر الله صله رحمی را میگه. قطعی کسی که تو رشته داری با امرای از او تو تعلقاتی تا باید زنده کنی او زیاد بکنی. چرا؟ اصل مسئله یقینا هم میطور است. یک انسانی که با کسی که خون و رگ شریک استی لحاظ از او را نداره، حق از او را نمیشناسه، حق دیگران را میشناسه، لحاظ دیگران را میکنه، از امو خاطر صله رحمی رول مهم داره. رول مهم. و صله رحمی امو چیزی است که در حدیث میاد الله روان میکرد در دنیا، ای فریاد میکرد، شکایت میکرد که الله مرا در جای روان میکنی که باز رعایت ما نمیشه. خو الله وعده کرد اگر کسی تو را وصل کرد من رحمت خدا برش چی میکنم؟ وصل میکنم. اگر قطع کرد من رحمت خدا قطع میکنم. شما ای را تجربه کنید. اگر با عمه، ماما، کاکا، خالا، بابا با هر کس از اقاربتان با وصفی که او میبره شما وصل میکنه، رحمت الله حتما سرتان میآید. شما یک کیلو سیب برای عمه و خالیتان بگیری، باز میبینی که الله مردم میگه ما والا کار پیدا نمیتونم. تو رشته داری تا احیا کو زنده کو، باز بعد از او بگو که کار پیدا میشه و نمیشه، که الله عوض و بدل برات میده و نمیده. بالکل میده. از امو خاطر ده حدیث پیغمبر میگه که کسی که میخواد که عمرش دراز شوه نیکی با کی بکنه؟ پدر و مادر و با دوستای پدر و مادر. اونجا عمر چی رقم زیاد میشه؟ عمری تو نیست، عمر خونمو تعداد و مقدار حساب شده است، نه کم میشه نه زیاد. نه در عمر کم الله از تو خدمت عمر زیاده میگیره. اینطور کارا را در عمر کم انجام میدی که امور یک آدم در عمر خیلی زیاد انجام میده. یکی از امتیازات پیغمبر علیه السلام چی بوده؟ که در بسیار نبوتش عمرش چقدر بود؟ 23 سال، لیکن کاری 230 ساله کرده.
یک آدم در 230 سال همو کاره کردن نمیتونست، خب پیغمبر در 23 سال کرده. هرگاه تو خود دیدی که در عمر کم خدمت های زیاد از پیشت گرفته میشه، کارهای نیک میکنی، باید خوش باشی. و این از برکت کی میباشه؟ قدردانی و احترام پدر و مادر و رشته دارا میباشه. این را یاد داشته باشه. فراخی رزق توسط اینمی رشته داری قایم کردن میباشه. ولی کی قایم میشه؟ که او میبره تو قایم میکنی، خاص به خاطر رضای کی؟ الله جل جلاله. اولئک هم الخاسرون، اینمی مردم ها تاوانی هست. چرا که الله برشان همین چیزایی که داده بود، کدام نعمت ها در وجودش داده بود یا در بیرون داده بود، به این خاطر داده بود که پیمان الله را پوره بکنه، وصل بکنه و همچنان فساد نکنه. لیکنی برخلاف تمام زندگی و عمر خدا در چی تیر کرد؟ در فساد. دیگه یقینا که خساره کرده. ان الانسان لفی خسر. تو اینجا آمده ای الله از پیش چیزی مطالبه داره، او تو مطالبه را برآوردن نکرده ای، تاوانی شده ای. الله از تو خواسته بود روزه بگی، نماز بخوان، او تو نعوذ بالله در جای نماز رفتی در سینما، در جای روزه رفتی شراب خوردی. عجیب است. تاوانی کیست دیگه؟ امی آدم است که سرمایه خدا چی کرده؟ از دست داد. کیف تکفرون بالله، چه قسم شما انکار میکنی به الله تبارک و تعالی؟ امی آیت هم میخوانیم. کیف تکفرون بالله، چه قسم انکار میکنی از الله؟ یعنی از عبادت الله انکار میکنی، یک الله را عبادت نمیکنی. یک مانا کیف تکفرون، چه قسم ناسپاسی و ناشکری میکنی بالله از انعامات الله. و کنتم امواتا، شما بوده ناچیز، هیچ چیز نبوده، عدم بوده. فاحیاکم، شما را وجود بخشید، شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، باز همی زندگی در اختیار شما نیسته، باز شما را میمیرانه. ثم یحییکم، باز از میرانیدن باز زنده میکنه شما را. ثم الیه، باز خاص بسوی الله ترجعون، بازگردانیده میشوی. یک دلیل کفایت میکنه که الله را آدم بشناسه او عبادت الله را بکنه. کیف تکفرون، بسیار جای تعجب است. این کیفه تعجبی است، بسیار جای تعجب است. تکفرون که شما ناسپاسی میکنه از کی؟ بالله، به الله تبارک و تعالی. یک مانا کیف تکفرون، بسیار جای تعجب است که شما این کار میکنه از توحید و یک تا پرستی الله تبارک و تعالی. یعنی بسیار تعجب است. چرا؟ دلایل وجود داره که قطعا باید تو سپاسگزاری نعمتهای الله را هم بکنی و الله را هم بشناسی، یک تا پرستیشه. از کجا میشناسی؟ در وجود خود نظر بکن. در وجود خود نظر. الله تو را وجود بخشیده. این وجودی تو خبر داری که چقدر پرزه ها داره، چقدر ماشینا فعالیت میکنه، هر پرزه و هر ماشینی تو چقدر قیمت داره. راستی تا بگو، نظر که یک دفعه کل دنیا را بزنی. ما باری را گفتم، یک استاد ما قصه کرد، در کراچی رفتم، یک دکتر، یکی از جمله دوستا بود، ما را گفت که مولوی صاحب بیا که در عالم طب هم یک کمی آشنایی پیدا کنی که بدانی عزتی چی را اعضای بدنی تا. گفت رفتم، یک مریض تکلیف قلبی داشت، قلبش عملیات میشد. ماشینی که وظیفه قلب انجام میداد او را برش نصب کرده بود. دکتر برای من گفت که مولوی صاحب خبر داری که ماشین یک ساعت مصرفش چقدر است؟ من گفتم برش که نه. گفت یک ساعت مصرفی ماشین 1,20,000 کلدار است. فیسی که ما میگیریم از مریض و علایده است، تنها مصرف ماشین 1,20,000 کلدار است. ما تو چند سال عمر داریم؟ 50 ساله انسان میشی. در 50 سال وقتی که برای یک ساعت 50 سال با ضرب ساعت کو، یک سال ضرب ساعت کو، با ضرب 50 کو، باز ضرب چند کو؟ 1,20,000 کلدار کو، که در کروڑ ها میرسه یا نه؟ یک وظیفه یا مصرف قلبی تا پیدا کردن میتونی؟ چشم بگذار، زبان بگذار، لب بگذار، شریان بگذار، معده را بگذار، گوش بگذار، دماغ بگذار، چیست؟ همه اعضای دیگه، پای، دست، چی عضلات، استخوانه را بگذار. انسان تو مجموعه عجایبات هستی، مجموعه، و هر عضو تی قدر قیمت داره. اگر یک انسان بگیم که برو چشمتا فقط در دنیا برو به اینمی قدر مقدار پول بگی، یک آدم اگر بیلدینگ داشته باشه بیلدینگ خدا میده یا نمیده؟ میده. موتر داشته باشه میده نمیده؟ در مقابل یک چشم. لیکن تو خبر نداری که وجودی تو پر از اعضای گوناگون با ارزش است. ای انسان، امی وجود کی برات بخشیده؟ به می ترتیب، به این تنظیم، به این کیفیت. آیا ماده کور
ماده طبیعت میتونه که انسان به این شکل پیدا کنه؟ این کمونستای بدبخت چرا این کار از الله میکردن؟ انسان همونطور به وجود آمده. ها؟ باز بگیریم امی قدر عجایبات نسبتش به یک ماده کور بکنیم. ماده که چیز نیست، عجیب نیست. ها؟ یک وجود ما دلیل بالای وحدانیت کیست؟ بازی قدر انسان ها کلشان او را چی بگذار؟ آخر انشاءالله یک شست انگشتی ما و شما با هم تفاوت داره. به میلیاردها انسان هاست تنها در خطای شست تو تفاوت وجود داره. جناب ایره کی میتونه غیر از ذات خبیر و حکیم و علیم و قیوم بگوی حی دیگه ذات میتونه؟ از او خاطر تو الله را بپذیر و نعمت الله را نادیده نگی. هیچ دیگه نعمت که نداشته بودی دمی وجودی خود فکر بکن. سیسته که طعامت خوب نیست، کالایت خوب نیست، خانهت خوب نیست، موتر نداری، خو لیکن وجود خود داری. وجود خود الله برات داده. از او خاطر چرا ناسپاسی الله را میکنی؟ و کنتم امواتا شما ناچیز بودی، نابود بودی، فاحیاکم الله شما را وجود بخشید. آلی وجود در دست ماست؟ نه. ای انسان فکری تا بگی، ای جوان، ای بچه جوان، ای دختری جوان، این جوانی که صبحکی داینه استاد میشی کاکولیت اینطور میکنی و میگی که مستم، یاد داشته باش که بازی جوانی در اختیاری تو نیست. ثم یمیتکم، باز شما را میمیرانه. انقلاب آمده نیست. خب کجا پیش میشیم خبر داری؟ ثم الیه ترجعون، باز به سوی الله باز میگردی. الله از پیش سوال میکنه این وجود برای تو بخشیدم، جوان بودی یا نه؟ از مختلف نعمتهای الله استفاده کردی، به ما چی کردی؟ نماز خواندی؟ ما چقدر از تو مطالبه کرده بود؟ 24 ساعت شب و روز بود، از تو 5 وقت نماز مطالبه کرده بودم، دیگر به تو گذاشته بودم خواب کو بخو کار کو، برای خود میکردی. 5 وقت نمازم به من نخواندی. 11 ماه برای خود رفتی. ماه 12 یک ماه از تو مطالبه کرده اونم برای منفعت خودی که کلی مرضایت از بین میرفت. چقدر فواید داشت گرفتی. استعدادی پیدا کردن پول برات دادم. آیا وقتی در صاحب نصاب رسیدی از 40 روپیه 1 روپیه را دادی؟ این پول برات دادم. آیا در حج در بیت الله رفتی؟ انسان است ما را پیدا کرده، زندم نگاه کرده، بازم میمیرانه، باز زنده میکنه، بازم پیش کی میریم؟ خیر عبادت برای کی بکنیم؟ باید یک لحظه از یاد الله غافل. هر قدم ما موافق دستورات الله تبارک و تعالی و به نقش کی باشه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دعا بکنی که الله تبارک و تعالی کل طاعات و عبادات همه مسلمانان را و خصوصا از ما و شما را قبول و منظور بگردانه. اگرچه لیاقت قبولیت نداشته باشه الله بنابر صفت رحمانیت خود قبول و منظور بگردانه. الله ما و شما را توفیق اعمال نیک نصیب بکنه. الله از هر قسم سرکشی و بدبختی ما را نگاه بکنه. الله ما را در جمله فاسقین و کفار و ناشکران حساب نکنه. الله توفیق طاعت و عبادت الله را نصیب ما بکنه. در هر سرزمینی که مسلمان است الله عزتمندیشان پس برآورده بگردانه. مجاهدین مسلمان که قدم برای اعلای کلمت الله میگذارن الله کامیاب بسازه. دشمنایشان الله خوار و مقهور و رسوا و شرمنده بگردانه. بندیای مسلمان که در هر سرزمین به ناحق بندی شده بندیست الله راه رهاییشان برشان مهیا بسازه. الله کلگی از زندان آزاد بسازه. الله تبارک و تعالی مشکلات متنوعی که مسلمان ها داره، اگر مریض است، اگر کسی فقیر است، اگر کسی که دیگه مشکلات و حاجت ها داره و مشروع است، الله به فضل و مرحمت خود، به رحمانیت خود و به برکت ماه مبارک رمضان کل مشکلات مسلمانان را حل بسازه. مرده های اسلام الله بخشش بکنه، جنت ها را نصیبشان بگردانه و ما زنده ها را در راه مستقیم خود هدایت کنه. ثابت قدم نگاه بکنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.